خبرهای اقتصادی امروز 3 اکتبر در پیام تیوی. در تاجیکستان با یک قرار حکومت به استثنای شرکت الومینیوم تاجیکستان قیمت نیروی برق برای افراد واقعی و حقوقی بالا برده شد. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان که روز 13 سپتامبر رسما نشر شد، مردم از ماه اکتبر برای هر یک کیلووات ساعت نیروی برق به جای تعرفه فعلی 22.166 درم 2.13 سنت برای یک کیلووات ساعت 26.151 درم یعنی 2.5 سنت پرداخت خواهند کرد. در مطبوعات رسمی به ساکنان کشور دیروز خبر دادند که از 2 اکتبر به آنها کویتانسه ها با معیار نوی پرداخت خواهد رسید. در این سند گفته می شود که از 1 اکتبر قیمت نیروی برق به استثنای کارخانه الومینیوم تالکو برای تمام قشرهای استعمال کنندگان بالا می رود. مقامات کشور قبلا گفته بودند که تعرفه‌های جاری خراجات تولید نیروی برق را پوشانیده نمی‌تواند. بار آخر قیمت نیروی برق در تاجیکستان تابستان سال 2019 بالا رفته بود. در سال 2020 با سبب پاندمی کووید 19 تعرفه‌ها برای استفاده نیروی برق و آب بالا نرفتند. بانک جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که برای استفاده عاقلانه نیروی برق در کشور و بهبود وضع مالی هلدینگ انرژی برق تاجیک از سال 2017 تا سال 2025 تعرفه‌های استفاده برق را بالا برد. به اطلاع اگنتی اطلاعاتی خاور، اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سر وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه زمستان سالهای 2022-2023 مقدار معین مواد عضو‌قواره را در انبارخانه‌ها و 34 نقطه فروش محصولات خوراکواری ذخیره نموده است. در خبر گفته شده است که برابر ساختارهای مربوطه تأمین بازارهای قلمروی ولایت مختار کوهستان بدخشان با محصولات مورد نیاز اول کارخانه استحصال آرد نیز در تأمین طلبات بازار استعمالی با آرد و ذخیره برای دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2022-2023 فعالیت نظررس دارد. اقتدار کارکرد کارخانه استحصال آرد در ناحیه شغنان تا 50 تن گندم در یک شبانه روز بوده، عین زمان در انشاءات صنعتی بیشتر از 30 نفر فعالیت دارند. گفته می شود برای موسم امساله تیر ماه و زمستان کارخانه در انبارخانه 50,000 تن آرد ذخیره می کند. زیرا در فصل سرما در این منطقه هر گونه آفت‌های طبیعی رخ داده باعث قطع شدن حرکت نقلیات در شهرهای دوشنبه خاروغ و وادی‌های دوردست ولایت می‌گردند. اگنتی دولتی ذخیره‌های مادی در دهات دوردست ناحیه مرغاب 8 نقطه فروش، در ناحیه اشقاشیم در ناحیه ونج 4 نقطه و روشان 9 نقطه فروش محصولات مورد نیاز اول مردم گشوده است که ساکنان این ناحیه ها در وقت‌های ضروری از اینجا محصولات دلخواه خود را دسترس می‌کنند. در گزارش آمده است که در انبارخانه‌های این اگنتی مقدار معینی مواد سوزشواری نیز ذخیره شده، انتقال آن به موضع‌های دوردست ادامه دارد. گفتنی است همه ساله در فصل تیر ماه حکومت تاجیکستان خبرهای آمادگی به زمستان و ذخیره عضو‌قواره را زیاد نشر می‌کند، ولی برابر در آمدن زمستان کسی ذخیره‌های عضو‌قواری و سوزشواری اگنتی دولتی ذخیره‌های مادی تاجیکستان را نمی‌بیند و همانا استعمال کنندگان از قیمت شوی نرخ و گاه کمبودی مواد عضوقه شکایت می‌کنند. شرکت یکمی اکسپدیتوری، یکی از بزرگترین شرکت‌های بارکشانی روسیه، در تاجیکستان فیلیال باز کرد. شرکت یکمی اکسپدیتوری علیه انتقال بارهای گروهی و عمومی از روسیه به تاجیکستان را آغاز کرده است که انتقال در سراسر دو کشور امکان پذیر می باشد. قبلا شرکت یکمی اکسپدیتوری درباره افتتاح شبکه فیلیال ها در ازبکستان خبر داده بود. شرکت حمل و نقل گروهی را از روسیه به ازبکستان، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس، چین آغاز کرده است. انتقال نیز در سمت مقابل دسترس است. در سال 2022 در کشورهای آسیای مرکزی باز 2 فیلیال دیگر در نظر است. شرکت یکمی اکسپدیتوری سال 2001 تأسیس یافته یکی از بزرگترین انتقال دهندگان بار در روسیه به شمار می رود. شبکه فیلیالی شرکت یکمی اکسپدیتوری زیاده از 274 فیلیال را در بر می گیرد و زیاده از 100,000 محل‌های اهالی نشین فدراسیون روسیه را فرا می گیرد. هر سال از خدمت‌رسانی‌های این شرکت تقریباً 4.5 میلیون مشتری استفاده می کند.
نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سامانی برای امروز 3 اکتبر مقرر کرد. قرب رسمی 100 روبل روسی در تاجیکستان به 16 سامانی و 89 درم برابر شده است. بانک ملی تاجیکستان همچنین قرب 100 دلار ایالات متحده آمریکا را 1022 سامانی و 100 یورو را 999 سامانی و 21 درم مقرر کرده است. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های لندن 87 دلار و 53 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های نیویورک 81 دلار و 80 سنت معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در برج های لندن صبح امروز 1665 دلار و 78 سنت برای یک اونس تعیین شد.